سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به چنل یونیتی سیتی. تو این قسمت میخوایم مقدمات یونیتی رو بگیم. پلیلیستی رو درست میکنم به اسم مثلا یونیتی از پایه. اینا رو شروع میکنیم، همه قسمت های یونیتی رو میگیم، میایم جلو. بعد همزمان اون آموزش پروژه محور نوت کوین رو میریم جلو. بعدا اضافه میکنیم پروژه های مختلف، فرقی نمیکنه. نوت کوین فقط برای آموزشی که بتونم مطالبی که آموزش میدیم و اونجا به صورت عملی انجام بدیم توی یک پروژه، چون تو ساخت پروژه خیلی جذابتر میشه و کاربردی تر و هم مرور میشه آموزش. خب الان شروع بکنیم. الان یه پروژه نمونه هست که قبلا زدم، به این شکل اینو پلی بکنیم. یه کاراکتریه که میتونه توی این محیط حرکت بکنه، به این موانع بره، مثلا از دیوار نمیتونه رد بشه. میریم از اینجا میریم. یه مارپیچی در واقع هست، اصطلاحاً بهش میگم میز. الان بخوریم به این یولوز، شما باختید. برای ریست کردن گفته اسپیس رو بزنید، میزنم. برسم آخرش. You win. کلیک رسید. اوکی. خب میخوام یونیتی پنجره هاشو بگیم یکی یکی. پنجره پروژکت. ما تو این پنجره همه فایلا، عکسا، متریال ها، مدل ها، هر چی که داریم و میخوایم اونو به آبجکت رو بدیم و مجبوریم تو پروژکتمون اضافه بکنیم. هر فایل، هر چیزی، یعنی هر کدی که میسازه میاد اینجا. هر گونه فایلی، مثلا الان من اینجا استاندارد اسست دارم که شامل یه سری پوشش، آهنگ، صداست در واقع، مثلا برای پریدن، صدای قدم ها، اینا همه هر چی فایل داریم اینجا قرار میگیره. هر فایلی که ما خواهیم ازش استفاده بکنیم تو این پروژه. اوکی. پنجره بعدی کنسوله. تو کنسول ما میتونیم پرینت بگیریم، debug.log، دیباگ وارنینگ، دیباگ error، هر مطلبی برای دیباگ کردن تو کنسول نمایش داده میشه که متداش هم دیدید تو آموزش پروژه محور، پرینت بود و دیباگ.log. انیمیشن برای ساخت انیمیشن همونه، اینو کار میکنیم. اینسپکتور. ببین دو تا پنجره خیلی مهم داریم تو یونیتی. این پروژکت هم مهم است ولی این دوتا خیلی مهمه. یکی هایرارکی، یکی هم اینسپکتور. در هایرارکی هر گونه آبجکت که تو سین داریم و ما میبینیم. الان من یه سین دارم، یه محیطی دارم تحت عنوان 0 که در این محیط تحت عنوان 0 هم این آبجکت رو دارم. این آبجکت ها چی هن؟ هر گونه شیء در محیط ما میگیم گیم آبجکت، یعنی یک شیء بازی در واقع. هر کدوم که کلیک میکنیم در پنجره اینسپکتور مشخصاتش میاد. الان این آبجکت پلیگرمون یه دونه نام داره، تگ داره، لیر داره، پریفبه. چون پریفبه این قسمت پایین اضافه شده. پریفبه یعنی چه؟ یعنی که از این آبجکت در پروژکتمون داریم، در واقع محدود به یک سین نیست. حالا جلوتر اینا رو میگیم. بعد کامپوننت ها رو داریم. هر شی یک نام داره، یک ترانسفورم داره. اینو همه دارن، این مشخصات رو همه دارن. لیر و تگ و ترانسفورم و اینا همه دارن. الان من یه دونه نیو آبجکت هم بزنم، این چیزای دیفالتشه. همه آبجکت ها اینو دارن، همه گیم آبجکت اینو دارن. ولی این خصوصیاتی که اینجا میبینید به اینا میگیم کامپوننت. کامپوننت یعنی ویژگی. از اینجا میتونی کامپوننت های مختلفی رو اضافه بکنی. مثلا میای تو فیزیک 2D، اینجا انواعی از کامپوننت های مربوط به فیزیک رو اینجا میبینی. فیزیک 2 بعدی، اینجا فیزیک 3 بعدی. هر کدوم یه سری ویژگی ها دارن. اسکریپت هایی هم که خودت درست میکنی که اینجا میان و اینجا داری. اینجا میزنی create C# اسکریپت، یه اسم میزنی. پس کدایی که ما مینویسیم هم یک اسکریپت محسوب میشن. الان این آدیو سورس وظیفش اینه که صدا رو پخش کنه در محیط. ما از این استفاده میکنیم برای پخش صدا یا ریجید بادی. پس اوکی، هر آبجکتی یه سری ویژگی ها داره. الان مثلا این لایتمون ویژگی
لایت داره، برای نور محیط استفاده میشه. ما اینا رو میتونیم تغییر بدیم با استفاده از کدا و یه خواص جدیدی رو ایجاد کنیم و استفاده دیگه بکنیم. الان من یه سین دارم، میام یه دونه نیو سین میزنم، نمیخوام سیو بشه. یه سین جدید، یه محیطی که اول بار شما درست میکنید، سه بعدی هم باشه، یه دونه مین کامرا داره برای دوربینمون و یه دونه هم دایرکشنال لایت داره، یعنی نوری که پخشه مثل نور خورشید. آره، کلیات این بود. پنجره سین پیش نمایش و اون پیش ساخت رو نشون میده که بتونیم آبجکت رو حرکت بدیم. آره دیگه، پیش نمایشمونه. پنجره گیممون در واقع این خروجی تصویر رو به ما نمایش میده، خروجی که ما داریم. و دیگه میمونه بحث مثلا اینجا این گلوبال اینا چیه. اینا برای مواقع خاصه، بعضی وقتا اسکیل و ترانسفورم و اینا به هم میرزه. ما با استفاده از اینا مشخص میکنیم که نسبت به مقیاس جهانی نقطه ثقلش قرار بگیره یا نه، مثلا پیوت خودش باشه و از این چیزا. این جلوتر داره میگیم، موردی هم نداره. این آهن رو با هم هست، یکم مقیاس رو باعث میشه که چیز بره، واسه از یه مقیاس خاص حرکت بکنه. دقت میکنید یه دونه یه حرکت میکنه که من اینو جا به جا میکنم، ولی اینو بردارم خورده ای هم میتونیم حرکت کنیم، اون روندش میکنه. آره دیگه، مثلا پنجره دیگه که خواستی ببینیم میای اینجا جنرال، پنجره اصلی عمومی رو داریم میبینیم. رندرینگ، این سه تا پنجره، انیمیشن، سیکونسینگ، آره، تایملاین هم همون انیمیشن یکم پیشرفته ترشه. یعنی ما در واقع تو تایملاین میتونیم از چندین انیمیشن استفاده کنیم. کاتسینایی که دیدید تو بازی‌ها اینا از تایملاین درست میشه. و آره، این پنجره های کلی بود. مثلا از فایل، بیلد، ستینگ، اینجا میتونی پلتفرم خروجی تو انتخاب بکنی، میخوای رو کجا خروجی بگیری. یونیتی کراس پلتفرمه، میتونی رو پلتفرم های مختلف خروجی بگیری. مثلا حتی قبلا پلیستیشن 2 هم بود، الان دیگه منسوخ شده، تو این لیست بود من یادمه بود. مثلا میخوای برای اندروید خروجی بگیری، میای اینجا سویچ پلتفرم رو میزنی، کلیه متریال ها، عکس ها، مدل ها، هرچی که داری برای اندروید اپتیمایز میشه و آماده استفاده در اون پلتفرم میشه. پس یه بار دیگه میگم، هر گیم آبجکتی یه سری مشخصات پیشورز داره و یه سری چیزایی که ما بهش اضافه میکنیم. چیزای پیشورز یک گیم آبجکت این قسمت بالای اینجا هست، در واقع نام آبجکت هست، ترانسفورم هست، لیر هست، تگ هست، ایز استاتیک هست. این مقادیر چیزای دیفالتش هستن. چیزای دیگه که ما بهش اضافه میکنیم از طریق این اد کامپوننت یا از طریق خود کد، کامپوننت ها رو شامل میشه. کامپوننت ها چیزای مختلفی هستن، خودمون میتونیم کامپوننت بنویسیم. این کامپوننت ها ویژگی های اون گیم آبجکت رو مشخص میکنن. ما با استفاده از این گیم آبجکت ها میایم یه حقیقتی رو تو بازی پیاده سازی میکنیم، یه عملی انجام میدیم، یک رخدادی انجام میدیم. اون ریشه کارمون گیم آبجکت ها هستن تو یونیتی، که خود گیم آبجکت ها هم ویژگیاشون از کامپوننت ها میگیرن. کامپوننت ها هم بستگی به برنامه نویسی پشتش و اون سی شارپ داره یا کتابخانه خارجی که سی پلاس پلاس، که میایم اونا رو صدا میزنیم. حالا اگه اینم تموم بشه، حالا غیر اینا که گفتم چیز خاصی دیگه نداره. پنجره فایل رو باز کنیم مثل بقیه نرم افزارا، ادیت هم مثل بقیه، اسست هم چیز خاصی نداره. خودتون بررسی بکنید، چیز خاصی که گفتنی باشه نداره. پیر شدیم ولی به نظر آخرشه، به نظر.
و تو این فرصت ممنون میشم لایک بکنی، یه کامنتی بذاری، سابسکرایب هم بکنی، خیلی انرژی میدی. دمت گرم. الان بریم یه نمونه عملی هم انجام میدیم، تو محیط رو پلی میکنیم و دیگه میره برای قسمت بعد بحث برنامه نویسی و اسکریپت همون رو بنویسیم که بتونیم دستمون باز باشه کارهای عجیب غریب بکنیم تو یونیتی. راجع به نصب یونیتی هم دیگه ویدیو نیاز نداره دیگه، 4 تا نکس کاری نداره. حالا ببینید چطوری، اگه مشکلش تو کامنت ها بگید. خب الان سویچ شد، پیر شدیم ولی خب سویچ شد، الان رو اندرویدیم. میدید که رزولوشن های اندروید رو هم گرفت، مثلا 1920 معمول الان بین گوشی ها این رزولوشن. خب الان ما یه دونه آبجکت داریم، اینو ریست میکنم که بیاد وسط اینجا. من میخوام اینو الان پلی بکنم، اینو دقت کنید، این ثابت، این وسط محیط ثابت، درست. میام یه دونه کامپوننت ریجید بادی بهش میدم، ریجید بادی سه‌بعدی. الان پلی میکنم، افتاد. به همین سادگی ویژگی رو بهش داریم، الان دارای جاذبه شد. میخوایم مثلا چه اتفاقی بیفته، چیز خاصی داره بدم که نتیجهشو همین الان ببینیم. نه چیز خاصی نداره. مثلا میخوایم رنگ این عوض کنیم، بیا کرییت، اینجا یه دونه متریال، این برای فیزیک متریاله، برای برخورد اینا. برای رنگ این یکی میشه. الان من میام اینو اگه بدیم بهش برای برخورد و اینم برای رنگ، این که رنگش این شکلی میشه. خلاصه ما با تغییر مقادیر کامپوننت ها میام ویژگی های درست میکنیم. تا همینجا بسه. تشکر که مشاهده کردید و خدا نگهدار.